قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یک آداب، یکی از جمله ذرایعی که منع از فحشا می آورد اجازه گرفتن در خانه ها بود. اما طور در خانه داخل شده نمیتونی، امی قسم در خانه داخل شده نمیتونی، در پیش روی دروازه از چیش هم سعی کده نمیتونی که در دروازه چیزی سوراخی باشه و تو تعقیب کده رایستی. پیغمبر علیه السلام میگه کسی که طور میکرد بزنی قطع چشمشی، باز دیت نداره، بالکل دیت نداره. بعد چی بکنی؟ اونجا آدابش است که در یک لبی دروازه استاد میشی و بعد از او اجازه طلب میکنی. آل دوم وسیله برای بند کردن فحشا. چرا؟ سلف میگه که اول نظر این یک تیر از تیرای چیست؟ ابلیس لعین است. پیغمبر علیه السلام به علی رضی الله عنه میفرمه که برای تو اول نظر است، یعنی اول نظری را که سر زن نامحرم میخوره امو بری تو معاف است، اما باز دوم تکرار نشوه. او چرا؟ نظر مقدمه فحشاست. خوبی و محبت یا کسی که در ذهنت میایه، نظر دقیق کردن در تمام چی هست؟ زیب و زینت از اوست که هر قدر چشم بدوزی و در تلاش از او شوی فکری نعوذ بالله تصوری غلط در ذهنت پیدا شده میره. از او خاطر الله متعال منع کرده که نظر انسان در جای غلط بخوره. قل بگوی پیامبر علیه السلام للمؤمنین، از برای مؤمنان مردای مؤمن یغضوا که پایین بندازه من ابصارهم از نظرهای خود. سه فایده داره که نظر پایین بندازی. در زن نامحرم در کسی نخوره. یکی در حدیث میاد لذت ایمان پیدا میکنی، حلاوت و شیرینی ایمان نه بالکل پیدا میکنی کسی که نظر خود بند میکنه. دوم نوری قلبت زیاد میشه، روشنی و فراست قلبت زیاد میشه. سوم موجب قوت و شجاعت تو میشه. انسانی که در کسی نمیکنه بسیار غیرتی، بسیار شجاع میباشه. اگر کسی تو این کارا نمیکنه باز نمیباشه. و یحفظوا فروجهم، نگاه کنه شرمگاه های خدا. پایان انداختن نظر اول است، بعد از حفاظت شرمگاه ها میشه. ذالک از کالهم، این خیلی پاکیزه تر است برای شما. ان الله خبیر بما یصنعون، الله خبر داره با آن چیزی که مردم انجام میده و عمل خود ساخته. نظر میگه پایین بندازه. نظر کی پایین انداخته میشه؟ دین روز کسی برم زنگ زده بود اینجا یک ملاسته که نه زن قطعا از خانه نبراید و من هم از چی میکنه؟ از ترجمه. نزاعشان به می خاطر بود که زنی تو در ترجمه میره این نارواست، این غلط است، ارتکاب کاری حرام میکنه. این برش میگه که ملاسه زنا برش موتر گرفته شده از خانه ورداشته میشه، در اونجا به حجاب به عفت میره پس میره. نه میگه که این مرتکب کاری حرام شده. برای من زنگ زد، من برش گفتم که بیچاره ملا نیسته. اگر ملا نیسته مولیسته. اگر ملا می بود از خود آیت قرآن برش سند پیش کن. امو که میگه امو آیت که دلیل میگه و قرن فی بیوتکن، شما جا بجا شوید در خانه هایتان. بعد از پس از چی میگه الله متعال؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، خدا آشکارا نکنه با مثل آشکارا کردن جاهلیت اولا. آشکارا کردن کی میشه؟ که بیرون برآمده باشه. اگر در خانه باشه چی ضرورت با آشکارا کردن مثل جاهلیت باری منع میکنه الله؟ نه، زمان پیغمبر علیه السلام زنای صحابه در چیست در زمینا کار میکرد، خرما جمع میکرد. در مجلس پیغمبر آمدن احتجاج کردن، گفت کلی خیر مردا گرفت ما محروم ماندیم. یا رسول الله، گفت تعیین کنه جای تعیین کردن، وقت تعیین کرد، رسول الله میرفت برشان مسائل بیان میکرد. ما برش گفتم اینجا خب مومنا کی اگر زن در خانه باشه خیر چرا چشم پایین بندازی؟ چشم پایین انداختن نمیسته که اینجا میبرایه و دم روی تو حرامیه، تو باید چشم پایین بندازی. آلی چشما را دقیق نگیریدش. از او خاطر میگه و قل للمؤمنات، بگو برای زنان مؤمن یغضن که بندازه پایین بندازه من ابصارهن نظرای خدا، یعنی متوجه و دقیق به سوی مردان شوه. و یحفظن فروجهن، نگابانی کنه حفاظت کنه شرمگاه های خدا. ولا یبدین زینتهن، ظاهر نکنه زینت خدا آرایش خدا. الا ما ظهر منها، مگر اون مقداری که آشکاراست از زینت. ولیضربن بخمورهن، باید فرو بگذارن بخمورهن چادرای خدا علی جیوبهن، بالای گریبانا. ولا یبدین زینتهن، آشکارا نکنه زینت خدا آرایش خدا. الا لبعولتهن، مگر برای شوهرای خود او آبائهن، پدرای خود او آباء بعولتهن، خسرای خود او ابنایهن، بچای خود او ابنای بعولتهن، بچندرای خود
او اخوانهن برادرای خود او بنی اخوانهن بیادرزادای خود او بنی اخواتهن خواهرزاده خود او نسائهن یا زنان مسلمان او ما ملکت ایمانهن یا آن چیزی که مالک شده دستای راستشان که او غلامایشان است او التابعین یا او خدمتگارایی که غیر اولی الاربته که صاحب حاجت نیست یعنی مسائل شهوت توی گپاره نمیفهمه من الرجال از مردا او الطفل الذین یا او اطفالی که یعنی او بچه هایی که لم یظهروا تا آلی را مطلع نشدن علی عورات النساء بالای رازهای صاحب پرده زنا ولا یضربن بارجلهن نزن زنا توسط پایای خود لیعلم که معلوم شوه ما او زینتی که یخفین یا پنهان کرده من زینتهن زینتشان و توبوا الی الله جمیعا تمامتان به سوی الله رجوع کنی ایها المؤمنون مؤمنا لعلکم تفلحون بخاطر که شما رستگار شوی بجز از رجوع به سوی الله رستگاری خیلی سخت است. اول مسئله حجاب یا مسئله ستر در اینجا آمده. از کجا شروع میشه؟ مردارم الله امر کرد که نظرها را پایین بندازه و زنارم امر کرده که چی پایین بندازه؟ نظرهای خدا. سریالا چی رقم است؟ ورزشا چی رقم است؟ خواننده دختر و زن خواننده که میشینه توی بچه فلانیست سیاس یا ریشا اینی قدر بغل ریشا جا نشسته می باشه اونجا که او خبیث رقاصه رقص میکنه اینجا هیجانی میشه یا خدا مؤمن میگیره. این قرآن است، این کتاب الله متعال است، برات میگه نظرت پایین بنداز. خیر چطور تو دقیق تمام جزئیات یک زن زیر نظارت و مراقبت خود میگیری برش میبینی؟ این کدام دین است؟ یک مردار خوامی قدر گفت این حکم الله متعال است. اگر کسی عملی میکنه نمیکنه کل فایده و نقصانش به خودش است. قرآن بیان کرده خلاص. حالی کسی عملی میکنه غیرتش شهامتش عزتش همش هم در پیش مردم بجاست هم در پیش الله متعال. اما کسی که نمیکنه تاوانش سری خودش است. یک زنا هم باید نظر خود پایین بندازه. از همون خاطر یک تعداد مفسرین قائل به ایسته که قطعا مردای نامحرم سعی کردن غیر از نظر اول این حرام است دیگه سعی کردن نمیتونه. خیری در تلویزیونا که زنش دخترش کلگیش نشسته است خندم میکنه حال اون مسابقه را برد اون هالندیا برد اون چیسته فرانسویا برد همین غیرت است. این قرآن چی میگه؟ دو لیکن راجح قولیسته که نه نظر زنا یا نظر مردا به زنا دو قسم است. یکی نظر به نعوذ بالله نیت خراب است به نیت شهوت است که تو تمام جزئیات خوب دقیق میشی این نظر است. یکی نظر عام است. نظر عام منع نیست چرا که امکان هم نداره قطعا امکان هم نداره. دنیا زنا پیش پیغمبر علیه السلام آمده سوال کرده وایش پیغمبر نمیدید. بله حبشه آمده بود در مسجد نبوی امو تمرین جنگی خدا میکرد نیزه بازی میکرد. عایشه صدیقه رضی الله عنها در پشت سر پیغمبر اسلام استاد بود. پیغمبر خدا سپر جور کرده بود از شانش یک دره سعی میکرد. آخر که پیغمبر اسلام بهش گفت که بس است او میگفت نه دیگه بگذار. چند موضوع را برای ما نشان میدهید در این حدیث. اول کمال بساطت و آزادی در بین زن و شوهر. آیا کدام روز یا سیاستتان براتان بگه که اونو جره ما میبینم تو خدا برای ما پناه جور که میکنی اوه عیب میدانی. اما رسول الله همونطور سپر جور کرده بود. دوم است که به اختیاری عایشه رضی الله عنها گذاشته بودی تو نمیگفت. ایام دلیل بالای چیست؟ مقام و منزلت کیست؟ عایشه صدیقه رضی الله عنها. پیغمبر نمیگه که برا بس است خراب بشی، نه از او سوال میکنه. سوم است که مردا را میدید و خب نیزه بازی میکرد. معلوم شد که نظر دو قسم است. یک نظر به نیت غلط و نادرست است که او را نظر شهوت میگه. یک نظر به چیز به نیت شهوت نیست. سعی کردن زنا مردا را به نیت شهوت قطعا حرام است. هر کسی که باشه اگر به نظر شهوت نباشه این پروا نداره. خب مناسب با شان مؤمن چی مرد باشه چی زن است هنگامی که با امرای زن و دختر اجنبی روبرو میشه اگر ضرورت نباشد برای گپ زدن نظر خود پایین بندازه. البته استثناءات داره. کدام دختری را که تو چی کردی خطبه کردی خواستگاری میکنی میتونی که او را یک دفعه ببینی این نظر چی نیست بلکه خوب ببینی به خاطر که برات معلومات شوه که آیا آینده
سازگاری قطعی داری یا نداری. دختر بچه را می قسم میبینه خیلی دقیق، این مستثناست. یا مثلا چی است، دکتر میبینه تداوی به خاطر علاج، این نظر چی است، معاف است. یا شاهد، کسی که شاهدی میده، شاهدی وقتی داده میتونه که یک موضوع را ببینه، از او خاطر در این طور جاهای مستثناست. در غیر از او نظر انسان حفاظت کنه، به نظر شهوت نبینه. بعد از او الله متعال برای زنا بر علاوه که نظر خود پایین پرته، میگه ابداع زینت خود نکنه مگر اونمو زینتی که آشکاراست. در مورد زینت در بین مفسرین اختلاف است که کدام زینت است. بعضی صحابه مراد از زینت کالا را میگه، کالا را که غیر از اونموی که آشکارا میشه که کالای بیرونی است. دیگه کل مواضع زینت، زینت خود بند کنه. زینت چی را میگه؟ زینت گوشواره را، زینت چیه؟ کره را، زینت توقه، زینت چیست؟ چارگل مثلا. اینی طور کدام چیزایی که زیورات و چیزا را زن بری خود میکنه، این را به نام زینت یاد میکنه. امی زینت باید کسی نبینه. البته مراد از این زینت خود زینت نیست، موضوع زینت است. چی موضوع جای زینت است. خود زینت خود بازار اگر گوشواره را کسی میبینه خب حرام نیست، بلکه گوشواره که در زن قرار داره ایره نبینه که محل زینت است. از همون خاطر است که زن مکلف است که مواضع زینت به طریق اولا، چون که خود زینت به کس نشان نمیده، جاهای زینت خود به طریق اولا باید پرده باشه. از اون خاطر گفت که چی است؟ باید پایین کنه ولی از ربنه بخمورهن، چادر خود اینطور پایین کنه در سر گریبان خود که گریبان پنهان شود. چرا اکثر اعضایی که سبب تحریک شهوت میشه او چی است؟ سینه های زن است و همچنان گردن زن، یا باید مکمل پنهان پوشیده باشه. آلی الا ما ظهر منها کدام است؟ دینمی مفسرین اختلاف داره، صحابه اختلاف داره که ما ظهر منها چیست. ابن مسعود رضی الله عنه قائل به است که ما ظهر منها امی چادری کلانی که در سر کلی کالا پوشیده، که در اصطلاح امروزی ما در افغانستان چادری است. یا آلی حجابای کلان، چادری کلانه که در گرد دیگه حجابا میپوشه. الحمدلله خواهرای ما آلی یک تعدادشان امیر رواج کرده آلی میپوشن، امی بخی بهتر است. یکی حجابای تنگ و چسب است که بعضی خواهرها میپوشه لیکن در گردش چادر کلان نداره، جلباب. امی چادر کلان جلباب میگه، به خاطر که او امو لباسای دیگر هم پنهان میکنه. مناسب است یا چادری بپوشن یا اینمی طور چادر کلانه. تنها اکتفا به حجاب که تنها پوزبندک داره و چسب پوشیده که هم اعضا را برملا میکنه، ایام در سطر داخل است که باید این مستور شود. اینمی از این معلوم میشه که ما ظهره میگه تنها اونمو چادر کلان است یا چادری است که بیرون است. ابن عباس رضی الله عنهما میفرمه که مراد از ما ظهر منها دست است، چشم است و به نزد بعضی صحابه پایام دو داخل کرده که یه امکان نداره. وقتی تو یک چیز به کسی میدی کف دست چی میشه؟ معلوم میشه. وقتی که در راه میری چشمه است. اما ابن مسعود رضی الله عنه میگه که چشمه هم باید ستر شود. او وقتی که از پیش سوال شد او اینطور که چادر در سر خود انداخت، یک چشم خود کشید که اینی قسم زن را بره. از همون خاطر است چادری را مردم خیلی بد میگه لیکن بهترین چیز است، به خاطر که کل بدن زن پنهان هم است و حتی موضوع چی را دیدن خودم از سوراخ‌ها چی میکنه که به هیچ وجه روی زن دیده نمیشه، نه چشمش نه غیر چشمش. خب البته نظر به احادیث که جمعواری تحقیق شود، شیخ البانی رحمه الله جلباب المرأة المسلمه یک رساله داره، خب تحقیق کرده، کلی حدیث ها را جمع کرده. او فیصله به این میکنه که روی و کف دست در چی داخل نیست در سطر، اما در صورتی که فتنه پیدا میشه این داخل میشه. پس معلوم شد که روی و دست در جایی که فتنه نیست در سطر داخل نیست. اگر زن امور پنهان نکنه گناهگار نیست، اما در جایی که فتنه است به نزد کل علما در سطر داخل است، چرا که روی مجمع محاسن است و اکثر مردم متوجه روی زن می باشه، از او خاطر ای را باید پنهان کنه. در این عصر حاضر ما چون مردم اونقدر تقوا و دین هم نداره و فساق و فجار خیلی زیاد است، خصوصا در مراکزی که در اونجا راستیام غیر از فساق و فجار دیگه کس نمی باشه، در اینجا بسیار مهم است. اما با تاسف که کل اینمی حدود الله را
مردم پایمال کرده. دخترایی که در پانتون میره به جای از اینکه یک چادر کلان و حجاب بکنه و نعوذ بالله در اونجا اختلاط بچه نباشه، در می حالت جوانیشان یا آرایش میکنه دیگه هم چیست، نعوذ بالله نیمقوله و گپا میپوشه و اونجا بازم اختلاط بچه جوان است. این بسیار سخت است. پس یک خواهری ما باید بدانه که همه روز نعوذ بالله در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمه چشم زنا میکنه، دست زنا میکنه، گوشت زنا میکنه، تمام اعضای انسان زنا میکنه. پس همه روز تو در زنا واقع استی. کدام ساعتایی که در اونجا است. باز دخترها تا که در پانتون میره پس میره روزی بستر مکمل در گناه و معصیت الله تیر میکنه. این چه قسم بگویه که نه ما فرمان برداری الله متعال کردیم. از امو خاطر است که الله متعال برای جلوگیری از فحشا اینی امور لازمی کرده. زن زینت خود پنهان کنه و مردم نشان نده، تا بیبی که تا اندازه که با پایای خود یعنی سخت نگرده که بعضی زینتایی که شرنگس میکنه اون معلوم شوه. از امو خاطر زنایی که چی بوتای تقاسی را میپوشه عینا زدن اونمو چی میباشه، باید بسیار احتیاط شوه که این کارا را نکنه. احکام الله متعال است در نظر ظاهر بر خود انسان بسیار عادی معلوم میشه که او یک آداب الله برای ما بیان کرده، اما در حقیقت امر به الله قسم آنقدر وزنناک است و آنقدر ارزشناک است که هیچ پرسان نکو. در جایی که زناها صورت گرفته که منبع و ریشهش شما ارزیابی کنه، تلاش بکنه از دست اینمی بی‌حجابی، از دست آزاد زندگی کردن، از دست مذاق و نعوذ بالله اینی آداب الهی را در نظر نگرفتن است. کسی که اینمی آداب سبک بشماره حتما در حادثه قطعا واقع شده نیست، انجامش خوب نیست، همینطور بدنام شوه که هیچ پرسان نکو. از همون خاطر احکام الله را به دیدی احترام بنگره و ای برای عفت و حفاظت خودی ماست. هر حکمی که الله متعال کرده باشه دا او حتما خیر و سعادت ماست. باید ای را سبک نظر نکنیم، ما سری خود پابندی بکنیم، دی نبینیم که فلان چطور است فلان. در اینجا ماما و کاکا ذکر نشده. از او خاطر یک تعداد مفسرین قائل به ایسته که ماما و کاکا سر از یا قیاس میشه، او بعضی میگه که نه وا در این جمله داخل نیسته، باید از وا ستر شوه. لیکن راجح قولی است که وام در جمله محارم است، چرا هر کسی که نکاحش به طریق ابد قطیتو نمیشه او محرم است. از امو خاطر اینمی مواضع زینتی که به این کسا درست است، گردن یک زن، سینه یک زن، دست یک زن مثلا برزده دست خدا، محارمش اینمی کساد موجود باشه، این پروا نداره که وا ببینه. چرا؟ به خاطر از اینکه اگر این سطر در پیش از یام بکنه حرج لازم میشه. چه قسم زن یک زندگی بکنه در حالی که کالا میشه و خسورش داخل میشه، شوهرش یا برادرش یا بچهش بچندرش گپا. از او خاطر یک نوع آسانی را الله متعال در مورد محارم آورده. و گپی دیگه است که الله متعال در طبیعت و سرشت محارم توجه و میل شهوانی را به سوی محارم نگذاشته، بجز از او کسی که فطرتش منسوخ شده نعوذ بالله. آن شما دیدی که در هلمند بود، در کجا پدر به امرای دختری خود زنا میکرد نعوذ بالله. دیگه این مردمای هستند که هیچ در جمع انسان شمار نمیشه، در جمع حیوان هم شمار نمیشه. چرا؟ الله متعال در فطرت انسان میل به سوی محارم خود نگذاشته. از او خاطر در پیش از یا مواضع زینت ظاهر کردن این حرج نیست. اونو مردمی که مواضع زینت ظاهر میشه اینی مردم هست که پدر هست و خسرا هست، بچای خودیت است و بچای شوهر است که و بچندر برش میگیم، برادرها و بیادرزاده و دیگه خوارزاده و زنای مسلمان است. نسائهن نره مفسرین زنان مسلمان میگه، به زنای اجنبی کفار مواضع زینت از زن مسلمان نشان نده. اما امروز زنای کفار آمده حتی بسترها را هم عکاسی کردن، دیگر خود چی میکنی؟ الله متعال رحم بکنه. این کلش بیخبری از اینمی احکام قرآن است. اگر از این احکام قرآن زنان مسلمان ما آگاه می بود خود در معرض زنان کفار قرار نمیداد که تمام رازهای از یارا افشا بکنه. در این جمله که برشان جایز است عمود خدمتگاراست، خدمتگارایی که رفت آمد داره خو لیکن یا است که عنین هستن، ضرورت به شهوت رانی و گپا نداره، یا است که چی است، یا کسانی هستن که به اون سن سال نرسیده که در طفلم داخل میشه. یعنی
اطفالی که تالی رای گپا را نمیفهمه، از این رازها آگاه نیسته، در پیش از یام مواضع زینت اگر ظاهر شوه گناهگار نمیشه، در غیر از او اگر ظاهر میکنه گناهگار میشه. پیش ما گفته بودیم که یکی مسئله عورت است، یکی ستر. عورت تعلق به نماز داره، اگر هیچ کس هم نباشه تو سری تلوچ کرده نمیتونی، کلی بدنت پنهان باید باشه. اما یکی مواضع ستر است. ستر در وقتی است که کسی موجود باشه. اگر کسی موجود بود تو پنهان، که اگر نبود نه. اگر یک زن گردنش معلوم میشه یا سینهش معلوم میشه یا دستش معلوم میشه اما کسی وجود نداره، حالی گناهگار نیسته، چرا این موضوع ستر است. در اینجا در زمان جاهلیت زنها عادتی طور داشتن که چادر سر میکرد، لیکن چادر پس ایطور تو میداد در پس گردن خود میکرد، که با تاسف به تقلید دنیای کفر امروز اکثر زنها همو کارا را میکنه. گردنها معلوم، گوشوارا معلوم میشه، سینه ها معلوم میشه، حتی بعضی زنها خوی جاغه مکمل واز میباشه در پیش مردا. این گپا نادرست است، غلط است، این را باید انسان پرده بکنه. انسان همونطور عادت میشه، چون اینجا عادت شده بس اوقات در پیش اجنبیام همون سینیت همونطور باز میباشه. امروز خو گپا در سرحد رسیده به تقلید غرب که هیچ غیرت نمانده، هیچ حجابای گپا خو کلش از بین رفته. حالی زنا افتخار به این میکنه که چطور یک لباس نیم قوله را پیدا کنه که سر دیگه زنا افتخار بکنه. این گپا خلاف اسلام، خلاف غیرت ایمانی یک خواهر است. از او خاطر این گپا را قطعا نکنه. در ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، این دلیل بالای ازیام است که وقتی حتی پای سخت نزنه که اظهار زینت شوه، پس روی چه قسم که محل محاسن کلی محاسن است او همونطور لچ باشه. از او خاطر پرده داری بکنه، خصوصا در مواضعی که در اونجا فسق و فساد است. در آخر الله چی میگه؟ و توبوا الی الله جمیعا. بله، انجام دادن احکام الله متعال، تطبیق کردن کل احکامی که الله بر ما روان میکنه. این خامخواه از انسان قصور و کوتاهی میشه، بس اوقات نظرت نمی باشه، یک مرتبه نظر میکنی، نظری دومیت که گناه است باز از پیشت میشه. الله میگه رجوع به سوی الله بکنید تمامیتان. هرگاه یک حکم خطا میکنی از او پشیمانی ظاهر کنی، عزم کنی که آینده ای کار نمیکنم. ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، به خاطری که شما کامیاب شوید.